السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادر العزيز، الله سبحانه وتعالى همه ما و شما را نگهبان باشه. بسیاری برادرها شکایت میکنن از سلامتی، از پرستاتیت و بسیاری ها از سبب آنه که بعضی ها را خنک زدگی هستن از همون شکایت میکنن. بعضی ها از همخوابگی مشکلی دارن با همراه همسرشان. در ما همین داروها وجود داره، یعنی عکس قطعی مثلا تریبولز هسته، اپیدیوم پستا هسته برای انسانهایی که یعنی همخوابگیشان دالگه نمیکشه. هسته با یعنی کپسولش پلمو پلچه به نهایت داروی خوبه، هم انسان استنولید میکنه، خنکیش هم دور میکنه، هم یعنی دالگه میکشه همخوابگی با همراه همسرشان. اپیدیوم پستا عکس رفته 500 روبلی هسته با برای خنک زدگی کسانی که مثال پیشابش قبیله نمیتوانند. هسته دارو برای زنها، یعنی به نهایت منفعت خوب داره. و هسته دارو تریبولز تریوادنام به نهایت داروی خوبه. کسانی که انشاءالله که در زندگیش کم مشکلی داره بعد از آنی که همه را استعمال میکنه انشاءالله که همش جور میشه و خوب میشه. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه، در حفظ اعمالش نگهبان باشه. کدامی که انشاءالله داروها در کار باشن، دارو گیاهی، دارو برای پوست هسته، دارو برای ژلودکه هسته، بسیاری داروها در ما وجود داره. میتونیم که انشاءالله ویدیو رو دوامش تماشا کنین. دیگر ویدیوها، دیگر چیزهای داروی ما هسته. همچنین قرآن الکترونی هسته، ابوچنی قرآن هسته. رقم های در روی اکران میبینین، میتونین که زنگ بزنین، در تماس ببرین با همراه برادر اکه بابا جان و اکه مصلحدین، در زنگ های شما جواب میتن. باقی در امان الله باشین، از دعای صالحتان ما را فراموش نکنین. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، زنگ نزده نیاین. بعضیش ساعتی 12 شب 11 شب میان، میگه از راه دور اومدگیم، از همون سبب از همتون خواهش زنگ بزنین و بعداً بیاین. خداوند یار مددگارتان باشه، با دعا باشین. خداوند یا کسی ما و شما را به این بلا مبتلا مگردانه. السلام علیکم. داروها، دوخی ها، صابون های طبیعی خوب، دوخی ها چند نوعش هسته و همچنین عسل ها هستند در ما. شامپون های خوب پروتیو بدنی ولوس ریکسانا، یعنی 4 تیمین هسته بگیم اسمیزش. بچوی ها هستند، توقی ها هستند، میسواک هستند، یعنی برای ایمونیتت هسته. ویتامین ها هستند، یعنی 4 تیمین روغن سیادانه. فیتاسویچی برای پرستاتیت گیمروی مثلا نه. بعد داروها بسیار هستند در ما. فیتاسویچی مثال بگیریم، فیتاسویچی اتمیومی، ایروزی، молочниці, кісти, простатити і геморої. همچنین هست این عربیش اینها молочні, ایروزی، کісти, میومی, простатити, گمرایی. یعنی بینی ها داروهای خوب هستند. یعنی هستن داروهایی که برای انسانهایی که گریباک دارن پاشون بو میکنن، همین نه بار میشه که هم گریباکشون بود میشه، هم پاش یک هفته بو نمیکنن. همچنین برای تکش هست، برای زنها، برای مردها. یعنی یک بار که میشه که و بیکس طول یک هفته انشاءالله که بو نمیکنن. بعد برای نه کپلی لنوسا دارو هسته، دور پرستاتیت بود مثال 4 نیوتامین هسته، روغن سیادانه. همچنین دیزه درندای خوب هسته. بعد مثال قص الهین کپسوش هسته، مثلا اومیگا هسته، اومیگا 3 هسته، یعنی جیر روغن ماهی و هسته. میشکه انبرش میگن داخل خیلی هسته، چند نوعش. مومیو هسته، قص الهین کپسوش هسته، 4 نیوتامین کپسوش هسته. بعد هسته دارو برای پریزپار مثلا. بعد شتوای جلیزه هسته. بعد برای ژلودکه دارو هسته، یزد ژلودکه مثلا دارو هسته. یعنی دارو الحمدلله بسیار هستند. روغن سیادانه ها بسیارند، برای سحر جدان دارو هسته.
بعد برای کسانی که قرتق هاشون در رحیق برای بنیهایت فایده خوب داره برای قرتق، برای اسمانی 3200 برای همه سن برای مینکسیدیل برای کسانی که ریش ندارن موی سرشون میریزه، یعنی سمیوان برای کسانی که خراب هستن میخواه نفر بکنن. سینول هسته اچشین جلد استلنای دلین براده برای کسانی که ریشوی خوب داره میخواریش با دراستر کنه. برای انسانی که پوستی روشون غیچیدگی برای اونها هسته دارو، یعنی زیتون نمل، روغنی مرچه، بعد برای سوستاف استخوان کسانی که در میکنن. بعد این مسکه هسته روغن سیاه چند نمودش هسته. بعد دارو برای خراب کردن، یعنی گلدین، این دارو بنیاد خوبه ارزانه که بنی فزار دارو برای خراب کردن چیست فرانسوس کشه بنیاد دارو خوبه. بعد هسته دیپاتورم بنیاد دارو خوب برای خراب کردن انسانی که خطا میخواه خراب کنن. برای سوستاف دارو بسیار هستن. برای زنها مثال داروی طبیعی خراب کردن، دارو برای پوست، قص الهند پرشاکش هسته. بعد روبنوی پستای خوب هسته بینید، یعنی طبیعی هم یکان چی دبافه که نیست. احمد داروی خوب برای خراب کردن کودیس، بعد اینی عربسکی سمیس. بعد کسانی که پنهومی کسرش دیگن برای اونها اینی برای داروی پوسته. بعد اینی چیزی که برای زنها خنگی داشته باشن برای زنها بینید خوبه، اینی برای لیش نیمه را چیندن. بعد این تسبیح ها الکترون تسبیح ها. بعد جوین موضوع هستند و قرآن ها هستند. قرآن ها در عکس رفته استه 600 روبل. میتونیم که انشاءالله زنگ بزنین، میتونیم که با واسطه پشت روان کنیم. این خیلی جوین موضوع هستند، یعنی چند رسویت کش هسته، میتونیم که زنگ بزنین. به نهایت جوین موضوع خوبن. خداوند یار و مددگارتون باشه، از دعای صالحتون فراموش مکنین. همچنین تسبیح ها وجود داره در ما، اول سپاس کنین. خداوند نیابون تو باشه. این قرآن های الکترونی بعد مسیجر کوه هستن. الله محمد. قرآن با زبان تاجیکی انشاءالله که میتونین که زنگ بزنین. رقم هایی که در روی اکران میبینین برادرها در خدمت هستن. مثال بگیریم والعصر، سوگن با این زمان، یعنی قسم به این زمان. میتونی که به نهایت خوبه. خداوند نصیبتون بگردانه. با قدر امان الله. السلام علیکم.